5 روز پیش از فرارسیدن جشن سال نو میلادی با فرق از سالهای گذشته نرخ اکثریت محصولات نیاز اولیه بالا نرفته است. تاجران میگویند با وجود در این روزها زیاد شدن طلبات به محصولات، نرخ مثل روزهای پیش باقی مانده است به جز از چند نمودی میوه. نرخ نو خیلی نغز ارزونی اوزید نرخ نو چه مای پوری نگیره امسال با خیلی نرخ نو ارزون تره مودا. اینا مقصد نمی سه اینا مقصد نمی محصولات را مو ارزون تر میگیره امسال. همین انار مودا قیمت تر شد و خرما نشید انگور. دیگه میوه نغزه. توجه مردم زیاده مقصد نظر با 3-4 روز پیشات یخسن دسم تا 4 سومون ارزون شده دیگه نرخ تخم. اینا یا 30 سومون اکا 35 سومون یا 37 سومون اکا یا 39 سوم هر خیلی اکا. خریداران هم تصدیق کردند که حالا گرانشوی نرخ اکثر محصولات نیازی اولیه را احساس نمی‌کنند. گوشت حاضر 100 چابل 55 سوم. خب کارتشکا پیاز من این باشه دیگه 2.5 سوم 2 سوم. انا 4 سوم کارتشکا. خب کپوست 2 سوم 1 سوم سبزی 1 سوم. از همه بهترین حاضر یکم جایی وای ندارد. امسال مشاهده قطعی بسیار خوب است. پس رفته نسبت سال گذشته. همه چیز هست. آدم‌ها خوشرو خرید داریم. سبزی، کارتشکا، پیاز، کپوست همه چیزا فرق میکنه نسبت پیش داره. مردم آزاد خریداری میکنن. بسیار ناز. مسئولان بازار مهرگان دوشنبه گفتند برای معتدل نگه داشتن نرخ بخصوص محصولات نیاز اولیه با چند اقدام از جمله زیاد وارد کردن محصولات به بازار دست زدند. نرخ نو عین حال نرخ پیشتر یگان بالاروی ندارد. همش مقصد تحت نظارت است. از طرف ماموریت بازار همه این سال تحت نظارت گرفته شده از طرف بازار مهرگان. از طرف حکومت جمهوری همه ساله در سال نو میلادی نرخ یارمارک تشکیل کرده می شود. نرخ نو تحت نظارت مقصد یگان مشکلی نیست. اما بر اساس گزارش نوی برنامه آذوقه سازمان ملل متحد که نرخ محصولات در بازارهای کشور را پیگیری میکند، در هفته سپری شده ارزش برنج 3%، تخم 4% بالا رفته است. طبق ارزیابی این نهاد در قسم زیادی بازارهای شهر و ناحیه‌ها نرخ میانه پیاز، کارتوشکا، سبزی و کرم از 3 تا 5% بالا رفته است. در گذشته ساکنان تاجیکستان در عرفه جشن و عید و مراسم‌ها از افزایش نرخ‌ها گله می‌کردند. خریداران تاجران را گناهکار می‌کردند که با استفاده از فرصت نرخ‌ها را به طور صنعی بالا می‌برند، ولی تاجران در پاسخ می‌گفتند اگر محصولاتشان را با نرخ ارزان فروشند ضرر می‌بینند.